نصارا کافر است به خاطر از اینکه عیسی واری شخصیت علیه السلام ابن الله میگه و عیسی علیه السلام در پیش مردم کارایی را کرده خارق العاده، مرده را زنده کردن، کالبد روح انداختن به اذن الله متعال. از او خاطر او را ابن الله میگه. ما تو هیچ چیزش ندیدیم. ابن الله قائل استیم، نازدانه قائل استیم، اما تو خود کافر و مشرک نمیگی. الله نصارا را مشرک میگه اما تو مشرک نیستی. در تمام زندگی در نشست و برخاستید الله را فراموش کردی، الله را نشناختی. مالک و نفع و ضرر دیگه کسا را تو قائل هستی. لیکن ایرا در لباس چی؟ توسل، در لباس وی کرامت، در لباس ولایت مردم تباه و برباد کردن. من دین روزم گفتم اصطلاحات یا تغییر دادن. ولایت نمیشناسن، کرامت نمیشناسن که ولایت و کرامت چی را میگه. آیا با معجزه پیغمبر میتونه مشکل کسی را حل بکنه؟ یک معجزه را الله به یک پیغمبر داده. رسول الله صلی الله علیه وسلم بزرگترین معجزه قرآن است. تا روز قیامت احد امی قدر کفار دشمنی اسلام میکنه، یک کس نمیخیزه که یک آیت مثل قرآن کریم بسازه پیش کنه به جهان که ما در مقابل قرآن شما اینی آیت جور کردیم. اینه بیایی او مسلمانا، کسی حاضر شده نمیتونه معجزه رسول الله است. اما رسول الله اولاد داده میتونه، شفا داده میتونه، حاجت کسی را پوره کرده میتونه. حتی برش معلوم نیست 50 روز مصیبت است، تهمت لگانده شده به زوجه مطهره رسول الله، کل امت در غم است، معلومات نیست. پیغمبر خبر نداره، از خود ضرر را دفع کرده میتونه. دندان مبارک شهید شده یا نه؟ روی مبارک زخمی شده یا نه؟ پایای مبارک بوتایش پر از خون شده یا نه؟ کاکای پیغمبر سید الشهدا حمزه رضی الله عنه امروی همکارانش در احد شهید شده. رسول الله نه حاجتش دفع کرده نه ضرورتش. پیغمبر اولاد خوردش بچه بسیار ضرورت داره، در پشت سرش 10 نفر بچه باید باشه، دعوت الله را پیش ببره، بسیار نیاز داره. اما میتونه یک بچهش به سن جوانی برسه؟ تقدیر الله امیسته به بندگان خود امیرت. الله که سری انبیاء علیهم السلام کدام حالات و مصیبات میاره به می خاطر میاره که امت در مورد انبیاء علیهم السلام تصور نادرست پیدا نکنه، اندیشه و فکری غلط پیدا نکنه که انبیاء علیهم السلام حاجت روا و مشکل کشاست. قطعا کار نفی میشه. اما امروز چقدر مردم در شرک مبتلا است؟ شما بگویید. ما باز میشینیم این علمای ما داد میزنه، تمام روز دنبال ما را گرفته که مولوی صاحب شما را فلیدین آمین بالجهر یهود و نصارا آمده، تو آورده ایشه. این ملت تعلیم ندادی، این ملت قرآن درس ندادی، این ملت نفهماندی که حاکم تشریع قانون ساز تنها الله است. این قانونای ساخته شده بشر از عقل ناقصش نه ضرورات ما را پوره میکنه و نه قابل اطاعت است. خود تو ملاصب این ملت در تاریکی نگاه کردی، این را بدانی ملاصب الله قسم در روز قیامت جواب میدی. این مردم که در هر طرف اگر در شرک تحکیم حاکمیت واقع میشه، اگر در شرک ربوبیت و الوهیت واقع میشه، اول لنبر جاغگیری توسته. چرا که تو الحمدلله را برش تشریع نکردی، یا که نعبدو را برش تشریع نکردی. گذاشتی ملت که در دور قبرها چکر زده برون، اونجا میله ها جور کنه، محل اختلاط مردا و زنا جور بکنه. تمیم انصار را ببینی، شاید دوشمشیری را ببینی، آخر سرنوشت و انجام در کجا رسید؟ در پالوش جویشیر از مسجد نبوی یک ملای گمراه اونجا به نام کدام طریقت تمام روز مردم گمراه میکرد، قرآن کریم به حساب و شماره ها تفسیر میکرد. این کدام تفسیر بود؟ این مردم بیچارگک برش نشسته است، لق لق سعی میکنه، کسی از دستش نمیگیره. ما به این دولت ایران هستم، ما هستم که اگر اینجا یک گپ بزنم مسئله جهاد بگویم بیا همه ما کم بگیره. اما اوی که ملت و مردم علنا صراحتا خلاف قرآن و حدیث، خلاف تفسیرها مردم گمراه میکنه، چرا بازداشت نمیشه و چرا جلوش گرفته نمیشه؟ مولا صاحب سر ما انتقاد میکنه. شما بگوید امروز شرک زیاد است یا گناه های دیگه؟ کدامش زیاد است؟ شرکی که ابد الابد
جهنم جای است قطعا در جنت نمیری. ایره بدانی انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. الله جنت سرش حرام کرده. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. گناهی که قطعا بدون توبه بخشیده نمیشه. چرا گفته نمیشه؟